بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. خیلی خوشحالم که امروز باز هم یک فرصت پیدا میکنم که قد شما مادران عزیز خود و فرزندان شما که با هم یک جای در این محفل گرد آمدیم یک لحظه قصه کنیم و حرف بزنیم. شاید برخی از مادرهایی که در اینجا باشن لحظه را که من در اینجا ایستاد هستم بتونن به عنوان یک تجربه مشترک بیشتر از دانش آموزا و فرزندان ما که در اینجا هستن درک کنن. مادر یک باغبانه، یک دهقانه و هیچ منظره برای یک دهقان، برای یک باغبان زیباتر از دیدن رشد و رویش مزرعه‌اش نیست. وقتی یک گیاه را یک دهقان میکاره، هر لحظه که به طرف از او سیل مونه احساس میکنه که در او خود را میبینن. من پارسال قد یک دختر شوخ نازنین در اینجا دارم، به نظر من اینجا شیشته باشن. یک روز یک شوخی کردم، او در آمریکا هستک، در اسکایپ آمدک. گفتم دختر چرا دیر می یگان لحظه زودتر بیا که من تو رو ببینم. میگه این تو رو واقعا من خیلی زیاد دوست داری؟ گفتم بله تو رو خیلی زیاد دوست دارم. گفت چرا؟ گفتم به خاطر که یک چیز در تو هستک که او را بسیار زیاد دوست دارم. گفت چی؟ گفتم دت میشم پشت از اون چیز. قضیه یک لحظه را اما تو چانه زده رفتیم تا که پیدا کنیم چیه. گفتم که من پشت چشمهای تو دت میشم. گفت چرا چشمهایم چه هستک؟ گفتم به خاطر که در چشمهای تو عزیزترین چیز را که من در زندگی خود دارم پیدا میکنم. یه خوشحال شده بوده که گویا من از چشمای ازی و از درخشش چشمایش ازی چیزا تعریف می‌بخشه. خیلی هیجان زده تشکر منو لطف کردی و ما هر پدر فرزند خود دوست داره. گفتم نه تو نیست. گفتم در چشم تو چیز را میبینم که او را بسیار زیاد دوست دارم. گفت چی؟ گفتم در چشمای خود رو میبینم. یک دفعه جیغ زد، گفت تو بسیار خودخواهی. گفت تو خیلی خودخواه هستی؟ گفتم بله. و هیچ چیز در آدمی از خودش کرده عزیزتر و زیباتر و بهتر نیست. ما و شما هر چیز را که ارزش گذاری منیم قد خود رو میسنجیم. همین که یک چیز را خوب و بد میکنیم خود رو میسنجیم. یک چیز خوبه برای من خوبه، یک چیز بده برای من بده. یک چیزی که دور و نزدیک منیم هم قد خود رو سنجش منیم. هر چیزی که به من نزدیک بود نزدیک، هر چیز که از من دور بود دور هست. سبک سنگین منیم یک چیز را، باز هم وزن خود را، توانایی خود را سیل میکنیم. هر چیزی که در دست ما سنگین بود رو میگیم سنگین، سبک بود میگیم سبک هست. بنابراین خود آدمی یک ترازوی، یک معیاره که قد از مو خود آدم هر چیز دیگر را سنجش کنه. دوست دارم برای شما مادرهای عزیز امروز بگویم که شما فرزندان خود را دوست دارین و باید هم دوست داشته باشین. حق دارین. چرا؟ برای که زیباترین خود را در فرزندای خود میگین. شما ثمره هستی خود را، ثمره بودن خود را در فرزندای خود میبینید. من در این حال که یک معلم، یک پدرم هستم، ولی اعتراف کنم مادرهای عزیزم برای شما که من هیچ گاه او لحظات را که در او فرزندم از وجود مادر خود تغذیه منه، از وجود مادر خود هستی میگیره، او را من هیچ درک کرده نمیتونم. به خاطر چی؟ برای از من فرزند من صرفاً یک تولید، یک محصوله که در پیش خود میبینم. ولی برای مادرم، بر مادرش بر علاوه از یک تولید، یک محصول هستک، یک هستی هم هست، خودش هم هستک. او در وجود فرزند خود هر لحظه نفس میکشن. خیلی وقتا شدن که فرزندایم، حالا من 7 تا فرزند دارم، 5 تا دختر، 2 تا پسر، و خیلی وقتا بوده که اینا شب گریستن. من ممکن است که از خواب بیدار شده باشم، ولی من مادرش را تکان دادم که بچه یا دختر ناراحت هست اگر آرام کن. ولی من خودم بسیار کم شده که دست خود را دراز کرده باشم او را بگیرم. اما بارها یک حساب کرده نمیتونم، شاید به هزاران هزار بار مادر خبر شده که طفلش گریه میکند، یک بار مرا خبر نکرده، یک بار مرا تکان نداده که بخیز که بچه یا دختر در اینجا گریه میکنه. یعنی تفاوت من و مادرش. و همون خاطر هست
که وقتی که مادر اولاد خود را سیل مونه یک چیز دیگر میبینن و مادر خود را در وجود فرزند خود میبینه اگر او را دوست میداره به خاطر ازمیه. و از اینجا یک راز بسیار کلان دیگر بر شما بگم. شاید بسیاری وقتا در ذهن شما مطرح شده که این مردای از این جامعه ما چرا قدر بی‌رحمن. مردای ما بسیار به سادگی تصمیم میگیرن انسان بکشن. مردا بسیار به سادگی تصمیم میگیرن یک شهر را ویران کنن و در صورتهای ساده ترش مردا بسیار ساده تصمیم میگیرن که بچه خود دختر خود را به راحتی قد سیلی بزنن، قد لگد بزنن. ولی شما کمتر مادر را دیدین که در این چیزها آلوده باشد. مادر اگر طفل خود را خواسته باشد تنبیه کنه، خود را تنبیه کنه، با خاطر که میفهمه که ضرورت نیه که من طفل خود تنبیه کنم. خود تنبیه کردم، طفل تنبیه کردم. با مو خاطر مادر ما را در یک گوشه میشه نان نمیخورن، خود رنج میته، گریه میکنه فقط به خاطر از اینکه بچه خود تنبیه کنه. اما پدری کار نمیکنه. پدر که خشمگین شد دستش بالا موره و سلی میشه در روی فرزندش. پدر اگر خشمگین شد صدایش بالا موره و فوش میشه، دشنام میشه، نفرین میشه در روان فرزندش. اینی تفاوت یک مادر و یک پدر. به خاطر از مویه که وقت پدرها در درون جامعه بر قدرت میرسن که قدرت خودش مهار ناپذیره، قدرت در هر جای رسید فشار ایجاد نه، از کنترل بیرون میشن. ولی وقت در دست از این آدم غیر مسئول افتاد از قدرت برای فشار استفاده مونه، از قدرت برای زور آزمایی استفاده مونه. و شما تعجب نکنین که چرا مردها زود تصمیم میگیرن جنگ کنن، چرا مردها زود تصمیم میگیرن ویران کنن. به خاطر که اینا در سازندگی نقش نمیگیرن. اگر در سازندگی نقش میگیرن نقش دستوریه، دستور میدن کسی دیگر را که بساز. خیلی فرق مونه که خود آدم با او هم قد پاره های تن خود و قد ذره های وجود خود و قد خون خود و یک کس را تربیت کنه بسازن تا یک کس دیگر فقط دستور داده که بساز. خیلی فرق میکنه. به همین خاطر است که ما و شما یک تفاوت بسیار کلان را بین پدران و بین مادران میبینیم. یه اعتراف شاید از زبان عظمه برای شما سخت باشد و یا شاید تعجب کنین که چطور یک مردی در اونجا ایستاد هست یه رقم میگن. ولی بر شما باز هم اعتراف میکنم که این اعتراف ها را در هر جای نمونم. من در هر جای نمیگم که مردها در درون جامعه چه روح بد و روح سرکش را در درون خود دارن و دلیلش هم چی هست. بر شما میگم به خاطر از اینکه شما را میخوایم در روی دیگر تشویق کنم. بر شما بگویم که اگر شما گاه به فرزندان خود محبت میکنین شما کار غیر طبیعی انجام نمیتین، طبیعی ترین کار را انجام میتین. و اگر گاه هم مردهای خانواده خود رو میگیرین که نسبت به فرزندان شما به مهرن، به تفاوتن، باز همونا کار غیر طبیعی انجام ندادن. یک کار طبیعیه به خاطر از اینکه تعلق خاطر و رقمی که تو داری قدرزو ندارن. یک پدر چه مقدار رنج کشیده تا که یک فرزندش بزرگ شنه. به همون خاطر وقت تصمیم میگیره که فرزند را روان کنه در جنگ که فلان قبیله که فلان نفر باید زور آزمایی کنه بسیار راحت روان میکنه. اما مادر در هر گامی که فرزند بالا میکنه در اونجا جان خود را میگیره که تک 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 ریخته مورد تا اونجا. اگر مادرها به همین خاطر مالک سرنوشت آدمها باشند آدمها حرمت بیشتر پیدا کنند، آدمها محبت بیشتر میبینن، آدمها عزت بیشتر پیدا میکنن. ما نمیتونیم که به عنوان یک ایدئال یک آرمان بگیم که پس بیاین مردها رو کلگش ببریم در زندان بندازیم، مادرها رو بیاریم که مسلطن. نه، ولی یک کار دیگر کردن میتونیم که ما بیایم نقش مادر را از یک واقعیت، از یک تجربه تبدیل به آگاهی کنیم. تبدیل به آگاهی کنیم یعنی چی؟ بگوییم که مادر در اینجا کار عادی و ساده انجام نمیده. درست مثل این کسی که تجربه کرده برق بر ما شما آورده، این برق را از یک تجربه در یک آگاهی تبدیل کرده که امروز بر ما شما نور میده در اینجا. و ما هم یک منبع انرژی را برای ساختن در اختیار خود داریم به نام مادر. ما بیاییم این نقش را از یک تجربه در یک آگاهی تبدیل کنیم بلده خود. یعنی چی؟ یعنی بفهمیم که مادر چی کار میکنه. وقتی که چنین شد من مرد آدم تر میشم، نقص نکرده. من مرد انسان تر میشم، من از زندگی خود لذت بیشتر میبرم. این یک کار بسیار اساسی و مهمه. مکتب
دقیقاً این کار میکنه. امروز که شما رو در اینجا جمع کردیم و با همدیگر ما و شما میشینیم صحبت میکنیم قصه میکنیم، امروز یک روز آگاهی بخش برای ما و شما. ما در اینجا داریم یک تجربه خود مرور نمی‌کنیم، خود سیل میکنیم. من میام بر شما گپ میزنم از یک تجربه خود دخترها و بچه‌های شما می از تجربه های خود گپ میزنن، ولی دوست دارم که برای شما بگیم که مثل کار مکتبی رو جدی بگیرین، این رو به کار خانگی تبدیل کنین. همین بچه‌ای که در اینجا آمد گفته که مادر سرچشمه حیات است، مادر سرچشمه لطف در خانه که رسید، این رو بهش بگیم که بچه جان شوخی قزمخ نمی‌کردی در اونجا کدام گپ مفت نمیگفتی، پس سرچشمه حیات رو مثل سرچشمه حیات احترام کن. در درون خانه که آمدی قد مادر خو، قد خواهر خو، قد دخترای درون خانه مثل سرچشمه حیات برخورد کن. دیگه با چشم تحقیر، با چشم اهانت به طرف سیل نکن. این را به یک کار تبدیل کنیم برای خود. دخترهای ما که در اینجا میاین هر کدامش میگن دخترت میخواهد مثل باران باشد، مثل آبشاران باشد. این را در خانه که رسید واقعا قد گپش جدی بگیریم، بگذاریم باران باشد، بگذاریم مثل آبشاران باشد، بگذاریم آواز بخواند، بگذاریم حرف بزنه، بگذاریم زیبایی بیاره و این را تحقیر نکنیم، توهین نکنیم، کوچک نکنیم. اینیه نتیجه ای گرده همایی ما شما. ما از مکتب، از آموزش و از آگاهی هیچ دیگر توقعی نداریم جز اینمی که تجربه های ما رو بیاره در ذهن ما انتقال بده، ما رو آگاه کنه، یا برای تعبیری که در این روزا برای شاگردا برخیش میگیم ما رو کمک کنه که پای بفتیم، اوش کنیم یگان چیز کتاوشی نکنیم. این کتاوشی بدترین کتاوشی نمیه که آدم سرچشمه حیات رو در خانه خود داشته شه، بعد از او در کوچه ها بگرده قد مرگ جنگ کنه. ما مادر را در خانه خود احترام کنیم، یقین داشته باشیم که در درون کوچه فرزند مادر را به سادگی لط و کوب نمیکنیم، تحقیر و توهین نمیکنیم، کشتن خود در جایش، برای اینکه ما سرچشمه حیات را احترام کنیم. ولی وقتی که سرچشمه حیات را در درون خانه احترام نکردیم، محصولش را در بیرون رقم محصول خانه همسایه خود و زیر پای خود میکنیم. هر جامعه که نسبت به زن و نسبت به آدم، نسبت به کودک، نسبت به انسانهایی که یک مقدار دست و پایش ضعیفتر هستند بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی میکند، این آدمها از لحاظ تربیتی، از لحاظ فرهنگی خود مشکل دارند و ما باید اینمی مشکل را رفع کنیم. بنابراین ما آگاهی را، سواد را یا درس خواندن را، در مکتب رفتن را، اینا رو بر خود تفنن نمیگیریم. برای دیگرها که تفنن هستن باشن، ولی بر ما و شما تفنن نیست. یعنی ما در اینجا کدام چیز لوکس را گرفته رقم یک تزیینی و مثلا گوشواره گوش خود نمیکنیم. ما قد ازی اما جان جهان خود را پیدا کنیم، جان هستی خود پیدا کنیم، خود را کشف کنیم. ما میفهمیم که ما چی کار کنیم. مادرهای عزیز، از اینجا دوست دارم که شما را با یکی دو سه تا مادر دیگر آشنا کنم و بگویم که مادر وقتی که در اونجا میرسه چی میکشم. من در این شهر شما در عمر بسیار پرفراز و فرود خود و بسیار دشوار خود شاهد ناانسانی های بسیار زیاد بودیم، بسیار زیاد. من سن شاید 8 ساله، 7 ساله، 9 ساله بودم که کودتاشو در افغانستان سن 9 ساله بود که از اینجا ما فرار کردیم رفتیم. سن 11 ساله بودیم که از کشور فراری شدم رفتم به عنوان یک مهاجر، یک کودک در بیرون ها. و بار دیگر هر گاهی که در این کشور آمدم در طول نمی 40 سال اخیر که عمرم هست، من جز رنج، جز ادبار، جز توحش، جز بربریت چیز دیگر تجربه نکردم تا همال همونطوریه. من در پیش روی خود و جسدهای آدمها را دیدم که تو تکه تکش را باد شده رفتن و من مادر را دیدم که در سر زینه خانه خود نشسته و پای خود، سر خود در سر زانوی خود مانده و حق میزنه و حق میزنه و حق میزنه و قرار سبک میشه اینطوری. بعد من چشمهایش دیدم که فقط سیل میکنه، حتی دیگه گریسته نمیتونه. چرا؟ برای اینکه در خانهش هم امروز 8 نفر از اعضای خانوادهش زیر بم شده بودن. من مادر دیگر را دیدم که در نانوایی رفته بود، پس آمده بود در این کارت 3 فیلم هایش هم هست در جاهای. یه آدم نانوایی رفته، پس آمده وقتی که میایه که تمام منزلش که در اونجا مهاجرین جمع شده بودن چیزی در حدود 3 طبقه بوده، تمام فرو ریخته بوده، بدها آدم و شمول 7-8 تا از کودکای از اونجا افتاده بود و سنگ را میگرفته، اگه خمیر شگور نان را که آورده بود اونجا مانده بود، سنگ را بالا میکرد، دمی پایین میزد، فقط دستای خود مشت میکرد که ما چیز کار کنیم. چرا؟ برای اینکه این مادر
در قالب 7-8 نفر عضو خانواده خود تمام هستی خود را از دست داده بود. دیگر این مادر کجا شد من نمیفهمم. جنگ پشت در پشت میتونه آدم بخورد. من مادرهای را در این شهر سراغ دارم که قهرمانی میکردن، ولی امروز دوست ندارم که قهرمانی رو بر شما توصیه کنم که این قهرمانی را کنیم، به خاطر از اینکه مادر اون نیه. مادر در آخرین روزهای جنگ کابل از خانه خود 31 دانه مرمی را از مسجد سفید کوچه قلعه وزیر گرفته دویده میآید در پالوی بابا مزاری برش میگه که شنیدم که در سنگر مرمی پیدا نمیشه، این از بچه منده میره ببرد. من دوست ندارم هیچ مادر را بگویم تو یادگار فرزندش 31 دانه مرمی باشه در خانه منده و امور هم به عنوان یادگار در آخر ببره برای جنگ بکنه. دوست دارم که مادر فرزند خود را 31 دانه مرمی نه 31 دانه انسان تصور کنه، 31 نگاه تصور کنه، 31 عشق، 31 محبت و هر لحظه شاهد رشد از او باشد. مثل نوزانمو همه آدمی را که پیشتر نامش گرفتم بابا مزاری در درون نظام جامعه ما محصول یک مادر بود. من در زندگی خود بسیار آدم‌های زیاد را دیدم، بسیار زیاد آدم‌ها را که نقش آموزگار از مرا داشتن، نقش رهبر را داشتن، نقش پیشگام داشتن و زندگیم مدیون از اونا بودن. ولی بر شما اعتراف میکنم یکی از کسا که در زندگیم شاید تا آخر عمر مرا تکرار پذیر نباشد مزاری. نه به خاطر از اینکه مزاری یک فیلسوف بود، نه به خاطر از اینکه مزاری خیلی چیزها رو میفهمید، نه، به نظر میرسه که مزاری محصول یک مادر خوب بود، یک مادر که عشق میورزید، محبت میورزید و تمام محبت خود را در قالب یک عزت، در قالب یک غرور، در قالب یک مناعت در چهره آدم مثل مزاری مانده. و برای من مزاری از این لحاظ ارزش داشت. من وقتی پیشش میشیشتم یا در سخنش گوش میکردم یا قدش بودم در نظر میامده که یک کسی دیگه. بر برخی از رفیقای خدا روزمون میگفتم که یه آدم مثل یک سنگ مرمره که هر چقدر که توی رو تراش کرده باری گرد میشه قبطل نمیده، تمام وجودش میترود، مثل یک دریا بود آرام، ولی دست خود را که در زیر دریا مبردی طوفان در اونجا احساس میکردی. آرامش مزاری، عزتش، غرورش، پاکیش، صداقتش، مردم دوستیش، همه چیزش برای من یک چیز بود و احساس میکنم اگر کسی به مادر خود وفادار باشد در ختم روز حتما مزاری میشه. و مزاری مادر داشته که متاسفانه سرچشمه رنج بود. از دوران بسیار بسیار قبل زندگی خود خیلی رقم در محیطای رنجش ازش نمیفهم، ولی حداقل در 30-40 سال اخیر این تو پشت درون خانه خود رنج کشته شدن و شهید شدن و تکه تکه شدن آدم‌های خود را دیدن و آخرش مزاری بود. مزاری وقتی که رفت در درون خانه بخش از این مادر هیچ چیز نگذاشته بودک جز یک خانه که بغل از خانه هم ترک برداشته در اونجا چقک او میامدک، جز یک طفلک 3 ساله کوچک به نام زینب، جز یک زن دیگر که فقط یک چند سال بعدش از مرض سرطان مردک، دیگر هیچ چیز نمانده بودک. و این آدم پسرش در اینجا بزرگترین مقاومت رهبری میکرد، بزرگترین حماسه را خلق میکرد، ولی مادرش لیف دوزی میکرد تا اینکه نان نوسه خود را پیدا کنه. یعنی مادر در پشت سر مزاری یک ارزش میدید، یک چیز را بزرگ کرده بود. به همین خاطر بود که من واقعا به خاطر مزاری مادرش دوست میداشتم. به خاطر مادر مزاری هر مادر دیگر را دوست میدارم. میدانین مادران عزیز که بعد از کشته شدن مزاری بود که من یکی از عهدهای بزرگ زندگی خود را کردم و وی بود که دیگه خودم در کار دست نزنم تا که امکان داشته باشد در راه نروم، سیاست را در پیش نگیرم که قیمت از او جان آدم باشد. به خاطر از اینکه دیگه من به هیچ صورت نمیتونم جواب مادر مزاری را بدم. احترام به مادر، احترام به اینی رقم یک ظرفیت. احترام به مادر صرف شعر گفتن نیه. احترام به مادر در این سر استیج استاد شدن و مادر را توصیف کردن و پس و در خانه رفتن تحقیر کردن نیه.
احترام به مادر همیه که محصول مادر را، ارزش وجود مادر را احترام کنیم. از معلمای خود همکاران عزیز ما که در اینجا هستن دائما میره خواستیم فکر رو که در معرفتی رو به عنوان یک درزش گرفتن که کسی با یک کودک در اینجا به حرمتی نکنه، کسی قد سنگ، قد چوب، قد دست، قد خطکش نزند. چرا؟ برای از که تو میزنی برای تو آسان هست ولی یک مادر دیگر در اونجا قلبش میشکنه. به احترام به مادر همیه که کودکش را در درون مکتب اذیت نکنیم. اجازه بدیم که مادر لبخند کودک خود را تجربه کنه، لمس کنه. اجازه بدیم که مادر رشد کودک خود را ببینه. اجازه بدیم که مادر گیسوان دختر خود را، بچه خود را ببینه که در باب میرقصه و خوش میشه و از اون لذت میبره. اینی را بخوایم. اگر اینی کار کردیم این احترام به مادر است. احترام به مادر نیست که بگیم که به هیچ زیر قدم های مادرانه، ولی این دنیا را به جهنم فرزندان مادر تبدیل کنیم. این واقعا احترام به مادر نیست. احترام به مادر نیه که ما از فاطمه یاد کنیم، ما از زینب یاد کنیم، ولی فاطمه و زینب را در درون خانه های خود به زنجیر بکشیم و کوچکترین ارزش انسانی برش قائل نباشیم. احترام به مادر این نیه. احترام به مادر این نیه که ما فرزند مادر را دوست داشته باشیم، محصول مادر را، برای اینکه مادر در اون فرزند خود هست. مادر در فرزند خود هستی پیدا میکنه. اینی حرف من. و مخاطره که روز مادر را برای شما تبریک میگم، ولی تبریکی برای من کار آسان نیست. برای من و تمام همکارای ما مسئولیت سنگین تره که چه رقم تجربه زیست ساز مادر را، زندگی ساز مادر را به یک آگاهی برای نسل خود تبدیل نیم. چه رقم فرهنگ را در جامعه تولید می‌کنیم، ایجاد میکنیم، رشد میدیم که بر اساس از فرهنگ دیگر هیچ مادر از اینکه اولادش از خانه بیرون شده دلش نلرزه، از اینکه فرزندش از یک جای در جای دیگر رفته دست و پای شل نشنه که بچه‌م یا دخترم پس دوباره پس میانه. هیچ مادر شاهد تحقیر اولاد خود نباشد، شاهد رنج اولاد خود نباشد. اینمی فرهنگی که ما و شما باید ایجاد کنیم. توصیه میکنم شما را مادرهای عزیز، اگر امکان دارین در مکتب‌های نزدیک خانه‌های خود برین درس بخونین که درس خواندن هوش شما را زیاد میکنه و هوش اینمی نقش شما را متوجه میکنه. اگر ندارین امکان چرا اولادای شما در درون خانه که آمد حداقل یک دین هم که شده باشد بگین روز یک صفحه از ما بخوان، برای اینکه یک صفحه درس خواندن، یک صفحه داستان خواندن، یک صفحه قصه خواندن مرا کمک میکنه که تو را بیشتر بشناسم و تو را بیشتر درک کنم. مادرهای عزیز، ما و شما همگی مدستن در کار ساختن یک زندگی. این زندگی که حال داریم زندگی قابل قبول نیست. زندگی که میسازیم اون زندگیه که در اونجا اولادای ما با بسیار عزت، آرامش و وقار زندگی کنن. معظمی دیگر چیزی بیشتر بر شما ندارم و برای تمام مادرها سلام میگم و برای تمام کسان میگم که اگر مادر را دوست داریم فرزندان مادر را دوست داشته باشیم.